أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب کراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء فرارا منه وكراهة القدوم عليه. یعنی باب در مسئله مکروه بودن برآمدن از کشوری که در آن کشور وبا آمدگی باشد، فرارا منه، هر کسی که فرار بکند، یعنی که بگریزد از وبا، به نیتی گریختن از وبا، هر کسی که آن کشور را ترک میکند یا که اون محله وبا آمدگی را ترک میکند، این کراهیت دارد. و کراهت القدوم علیه، و همچنین رفتن به کشورها یا دهه ها یا محله هایی که در آن محله ها وبا آمدگی است کراهیت دارد. یک انسان صحت و سلامت به جای برود که در آنجا وبا آمدگی هست، این هم همچنین کراهیت دارد. و منظور از شریعت مکروه قرار دادن این رفتن به اون جایها یا آدمایی که در اونجا بودن برآمدن، منظور این هست که پهن نشود این بیماری. خب، امام نووی رحمه الله در زیر این باب دو آیت و دو حدیث برامون تقدیم میکند. اولین آیتی که میارد میگوید: قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی فرموده است: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. اینما تکونوا، یعنی در هر کجایی که شما باشید، یدرککم الموت، پس شما را در میابد مرگ، حتما مرگ شما را پیدا میکند. ولو کنتم فی بروج مشیده، و اگر هرچند که در قصرهای محکم و در قصرهایی که اطرافش پر از پاسبانم باشد، پس شما را دریاب میکند مرگ. بروج مشیده یعنی قصرهایی که بسیار محکم است که به اجازت کسی نمیتواند به اون جایها بدراید، اما وقت و لحظه مرگ آمد، پس در همون جا هم شما را میگد پیدا میکند مرگ. سوره نساء آیت 78. بعد از این میگوید: و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی فرموده است که و انفقوا فی سبیل الله، یعنی در راه الله جل جلاله شما انفاق بکنید، صدقه بکنید. ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، یعنی خود را به دستان خودتان به هلاکت ناندازید. ولا تلقوا بایدیکم، ولا تلقوا بایدیکم یعنی که ناندازید شما، نپرتوید شما خودتان را بایدیکم به دستان خودتان، الی التهلکه به هلاکت و به مرگ خودتان را به مرگ نرسانید. پس این دو آیت دلیل است به خاطر آنه که در هر جایی که وبا آمد اون انسان ها در جایشان بیستند، زیرا که اگر که عمرشان خلاص شدگی باشد در داخل همون وبا هم باشند میمرند، بیرون از وبا هم باشند میمرند. و این آیت دوم برای در هر جایی که وبا آمده باشد اونجا ما خودمون را نباید ببریم، یعنی نباید به اونجا برویم، زیرا اینکه اگر رفتیم این پس معنایش گویا که با دستمان خودمون را به هلاکت رسانیدیم می شود. پس این بود دو آیتی که امام نووی رحمه الله آورده است. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث را ذکر میکند که حدیث 1790 کتاب ریاض الصالحین است که امام نووی رحمه الله میگوید: و عن ابن عباس رضی الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضی الله عنه خرج الى الشام حتى اذا كان بسرغ لقيه امراء الاجناد. میگوید که از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است،
هر آین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه خرج الى الشام، یعنی برآمد حرکت کرد به طرف سرزمین شام. حتی اذا کان بسرغ، تا اینکه میگه به سرغ رسید، تا اینکه به سرغ رسید. سرغ یک منطقه هست نامش سرغ است، پس میگه در همین منطقه سرغ رسید حضرت عمر رضی الله عنه. لقیه امراء الاجنادی، پس ملاقات کردن میگه با حضرت عمر رضی الله عنه امراء الاجنادی، یعنی امیرهای سپاهیان، یعنی فرماندهان لشکر با حضرت عمر رضی الله عنه دیدار کردند. اونها کی بودن؟ ابو عبیده ابن جراح و اصحابه، یعنی ابو عبیده ابن جراح با همراهانش و رفیقانش و همصفانش میگه با حضرت عمر رضی الله عنه ملاقات کردند. فاخبروه ان الوباء قد وقع بالشام، پس خبر دادن میگه ابو عبیده با اصحابش حضرت عمر رضی الله عنه را که وبا قد وقع بالشام، واقعا در شام اومدگی است، یعنی که واقع شده است در شام، این حالا در سرزمین شام گفت وبای آمده است. قال ابن عباس، ابن عباس رضی الله عنه راوی حدیث میگوید فقال لعمر، پس عمر رضی الله عنه فقال لی عمر، پس میگه گفت برای من عمر رضی الله عنه، یعنی که حضرت عمر رضی الله عنه ابن عباس رضی الله عنه را گفته است که ادعو لی المهاجرین الاولین، یعنی فریاد کن نزد من مهاجرین اولین را. فدعوتهم، پس میگه من دعوت کردم مهاجرین را. فاستشارهم، پس میگه حضرت عمر رضی الله عنه با اونها مشورت کرد، مصلحت کرد. فاخبرهم ان الوباء قد وقع بالشام، پس خبر داد حضرت عمر رضی الله عنه میگه این مهاجرین اولین را ان الوباء قد وقع بالشام، هر آینه وبا در شام آمده است، یعنی سرزمینی که میخواهند بروند در اونجا وبا آمدگی هست. فاختلفوا، پس اختلاف کردند، پس اون مهاجرین اول اختلاف کردند برای یعنی که آیا با اون سرزمین بروند یا نروند اختلاف کردند. فقال بعضهم، پس میگه بعضی از اون مهاجرین گفتن که خرجت لامرین، یعنی بر آمده ای عمر رضی الله عنه برای کار مهمه، ولا نرى ان ترجع عنه، میگه ما سزاوار نمیدانیم و اعتقاد نمیکنیم که خوب باشد بازگشتنت از این کار مهم، یعنی این کار مهم که هست ما فکر نمیکنیم که خوب باشد که این کار را رها کنی و ترک کنی و بازگردی. این گروه اول یعنی باید برویم گفته، گروه اول اینطور رأی و فکرشون رو بیان کردن. و قال بعضهم، و بعضی از اون مهاجرین گفتن که معك بقیه الناس و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی همراه توی حضرت عمر رضی الله عنه باقی مانده مردم و صحابگان رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء، گفتن که ما ولا نرى یعنی که ما خوب نمیبینیم یا که سزاوار نمیبینیم که ان تقدمهم، که پیش بکنی اینها را با این وبا، یا ان تقدمهم على هذا الوباء، یعنی که تله بدهی تو اینها را با این کسل وبا. ما گفت این را خوب نمیبینیم و سزاوار نمیبینیم، یعنی که این فکر رأی گروه دویمی مهاجرین اولین که گفتن ما رفتن را خوش نمیبینیم به این سرزمینی که در اینجا وبا آمدگی هست، یعنی که در اینجا اصحاب پیغمبر هستن، سبب مرگ اصحاب پیغمبر میشوند. پس این گروه اول بود، مهاجرین اول که اینها اختلاف کردن به دو قسم، که قسم اول گفتن باید رویم، قسم دوم نرویم رو اختیار کردن. فقال، پس میگه حضرت عمر رضی الله عنه گفت بعد از فکر اینها را گرفتن گفت که ارتفعوا عنی، یعنی که بروید از نزد من، یعنی از پیش من بروید. خلاص فکرشون را گرفت. ثم قال، بعد میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ادعو لی الانصار، یعنی فریاد کن نزد من انصاری ها را.
فدعوتهم. ابن عباس میگه پس من فریاد کردم انصاری ها را. فاستشارهم. پس حضرت عمر رضی الله عنه با اونها مشورت کرد، مصلحت کرد. فسلكوا سبیل المهاجرین. پس رفتن اونها راه مهاجرین، اولین چیزی که رفته بودن، یعنی که به دو گروه تقسیم شدن همچنین انصار. و اختلفوا کاختلافهم. و اختلاف کردن همان طوری که مهاجرین اولین اختلاف کرده بودن، یعنی که اینها هم به دو دسته تقسیم شدن. گروه اول که رویم کار مهم است و گروه دوم که ترک نمو نرویم به این سرزمین. فقال. بعد از فکر این گروه انصار را گرفتن، همچنین حضرت عمر رضی الله عنه گفتند که ارتفعوا عنی، یعنی برخیزید از نزد من، یعنی از نزد من بروید. ثم قال. بعد میگه حضرت عمر رضی الله عنه گفتند که ادعو لی من کان ها هنا من مشیقة قریش من مهاجرت الفتح. میگه که حضرت عمر رضی الله عنه گفت که ادعو لی، یعنی فریاد که نزد من کان ها هنا من مشیقة قریش، یعنی که کسانی بودن در اینجا از موسفیدان قریش. موسفیدان اون کلانسالان قریشی ها را من مهاجرت الفتح، یعنی که از کسانی که بعد از فتح مکه هجرت کردند، اونها را همچنین گفت فریاد بکن، فدعوتهم. ابن عمر رضی الله عنه میگه پس من اونها را فریاد کردم. فلم یختلف علیه منهم رجلانی. پس میگوید اختلاف نکردند بر این سخن از اون مستفیدان قریش و کسانی که بعد از فتح مکه هجرت کرده بودند. اینها میگه اختلاف نکردن رجلان، حتی دو تاشم، یعنی یگان کس در اینجا اختلاف نظر نکردن. اینها هم اتفاق کردن که نرا ان ترجع بالناس. این مستفیدان قریش و این کسانی که بعد از فتح مکه هجرت کرده بودن، اینها گفتن که نرا ان ترجع بالناس، که ما فکرمان همین است که مردم بگیری و برگردی، یعنی که بعد سرزمین شام نروی. ولا تقدمهم على هذا الوباء. این بزرگان گفتن که تیله نده ای عمر رضی الله عنه اصحاب پیغمبر را در این، یا مسلمان ها را در این وبا، به این وبا تیلشون نده. فنادى عمر رضی الله عنه فی الناس. پس میگه که فریاد کرد حضرت عمر رضی الله عنه در بین مردم که اینی مصبح علی ظهر فاصبحوا علیه. حضرت عمر گفتن که اینی مصبح، گفتن هر آینه من در وقت صبحگاه، یعنی سحر بر وقت برگردنده هستم. علی ظهرین یعنی که راجع من حیث اتیتو، مصبحون علی ظهرین یعنی در وقت صبحگاه همون جایی که آمده تو به همون جا برمیگردم، یعنی که سفرمون دوام نمیتیم، سفرمون منع میکنیم و باز میگردیم به جایی که آمده بودیم. فاصبحوا علیه. پس شما در وقت صبحگاه آماده باشید به این کار، یعنی که گفتن سحر صبح بر وقت برمیگردیم به طرف جایی که آمده بودیم، به اون طرف باز میگردیم. فقال ابو عبیده بن جراح. پس میگه ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه و ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه گفتن که افرارا من قدر الله، گفتن آیا میگریزی از تقدیر الهی؟ حضرت عمر رضی الله عنه را حضرت ابو عبیده گفت که آیا از تقدیر الهی میگریزی؟ فقال عمر رضی الله عنه. پس حضرت عمر رضی الله عنه گفت که لو غیرک قالها یا ابا عبیده، یعنی که گفت ای کاش غیر تو میگفت این سخن رو ای ابو عبیده، ای کاش غیر تو این سخن رو میگفت ای ابو عبیده، یعنی دیگر کس میشید اگر یگان شاپوتی میخورد. و کان عمر یکره خلافه. و حضرت عمر رضی الله عنه مخالفتش را بد میدید که کسی مخالفتش بکند.
پس جواب داد که نعم نفر من قدر الله الى قدر الله. گفت بله میگریزیم از تقدیر الهی به تقدیر الهی. پس از تقدیر الهی گفت به تقدیر الهی میگریزیم. ارائیت، پس حضرت عمر رضی الله عنه اکنون مثال تقدیم میکنند، میگه که ارائیت لو کان لک ابل، آیا چی فکر داری اگر که تو شترها داشته باشی، شترها همراه تو باشد، فهبطت وادیا له عدوتان، پس بیاین شتران تو به وادی که اون وادی دو طرف دارد، یعنی دو قسم است. به یک وادی بیاین، اون وادی به دو قسم تقسیم شود. احداهما خصبتون، قسم اول اون وادی سبز باشد. احداهما خصبتون، یعنی یک قسم، یک طرف اون وادی سرسبز باشد. والاخرى جدبتون، و قسم دیگری اون وادی جدبه باشد، یعنی خشک باشد، کم علف باشد. الیس ان رعیت الخصبة رعیتها بقدر الله، گفت آیا همین طور نیست؟ الیس، آیا همین طور نیست؟ این رعیت الخصبة، اگر چراندی مالهایت را در اون طرفی که کم علف است، رعیتها بقدر الله، پس تو چراندهی مالهایت را به تقدیر الهی، یا به اون جای مالهایت را ببری. وقتی مالات حی میکنی، بگیم به سرزمین یا که به طرفی که علفش خشک شده است یا علف کم دارد، در اونجا مالهای تو، شترهای تو میچرد. و آیا گفت همین تیله دادن تو مالها را به اون طرف، یا چراندن تو مالها را در همون جای خشک، آیا همین به تقدیر الهی نیست؟ آیا همین تقدیر الهی نیست؟ و این رأیت الجدبة رعیتها بقدر الله، یا اولش رعیت الخصبة، خصبه زمینی که سرسبز باشد. و اگر که تو در زمین سرسبز اگر که مالها تا چراندی، پس با تقدیر الهی در اون زمین چراندی. و این رعیت الجدبة، اگر که تو مالهایت را چراندی در جایی که اون علفش کم است، خشک علف است، رعیتها بقدر الله، این هم همچنین به تقدیر الهی، با تقدیر الهی چراندگی است. آیا همین طور نیست؟ پس حضرت عمر رضی الله عنه این تمثیل را، این مثال را برای حضرت ابو عبیده تقدیم کرد، تا اینکه یعنی که ما فهمیدیم در این سرزمین وبا هست، پس ما از این میگریزیم، پس از تقدیر الهی به تقدیر الهی گریخته ایم، نه چیزی دیگری. قال ابن عباس میگوید که فجاء عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه، پس در همین حالت گفتگو بودن، میگه که حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه آمد و کان متغیبا، یعنی که حضور نداشت در وقت این صحبت ها. میگه حضرت عبدالرحمن بن عوف حضور نداشت. فی بعض حاجته، یعنی به خاطر بعض حاجتهایش متغیب بود، یعنی که حضور نداشت. چی کاری داشت؟ میگه از دنبال کارش بود و در این گفتگوها اشتراک نداشت. فقال این عندي من هذا علما، پس عبدالرحمن ابن عوف گفت که هر آینه گفت در این باره گفت من معلومات دارم، علم دارم. در این باره گفت من علم دارم و معلومات دارم. سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، عبدالرحمن ابن عوف میگه که من شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که میگفت اذا سمعتم به بارض، هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید هنگامی که شنیدید بیماری وبا را در سرزمین، فلا تقدموا علیه، پس شما با اون سرزمین نروید. و اذا وقع بارض و انتم بها، و هنگامی که بیاید وبا به سرزمینی که شما در اون سرزمین باشید، فلا تخرجوا فرارا منه، پس شما نبرایید از اون سرزمین وبادار، فرارا منه، یعنی که در حال گریختن از اون وبا، یعنی نگریزید از اون وبا، بلکه در همون داخل باقی بمانید. پس
عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه این سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم رو تقدیم کرد. پس ببینید که حتی بعضی از بزرگان اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعضی حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو نشنیده بودن. حتی ببین همراه پیغمبر بودن، اما شاید همین در لحظه گفت که اون اصحاب، اون صحابه با پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبودن. پس از بین اصحاب این سخن رو فقط عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه شنیده است یا در یاد داشته بوده است و خلاص. فحمد الله تعالی عمر رضی الله عنه. پس میگه حمد و ستایش الله را گفت عمر رضی الله عنه و انصرف و بازگشت از اون سفرش. اکنون یعنی که رأی را گرفت، مشورت کرد و مصلحت کرد، مصلحت اینها، فکر و اندیشه اینها به طبق گفته پیغمبر صلی الله علیه و سلم موافقت کردی و بازگشتنشان طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده است. از این حساب است که حضرت عمر میگه حمد و ستایش الله را گفت که این فکر اختیار کردهشان موافق به فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده است. این حدیث متفق علیه است. این بود حدیث 1790 کتاب ریاض الصالحین. بعدش میگه والعدوة جانب الوادی. والعدوة میگه جانب الوادی رو میگن. در اون جایی که حضرت عمر رضی الله عنه مثال زد که اگر شترهای داشته باشی که اون شترهایت رو به وادی ببره که له عدوتان. عدوتان یعنی که دو جانب، دو طرف یا دو پهلو داشته باشد. پس عدوه جانب و طرفی وادی را میگوید. خب بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1791 کتاب ریاض الصالحین را می آورد، میگوید و عن اسامه بن زید رضی الله عنهما، یعنی از اسامه ابن زید رضی الله عنهما روایت است، عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفتند اذا سمعتم الطاعون بارض، یعنی هنگامی که شنیدید شما در موضوع وبا، طاعون در سرزمینه، بعد شنیدید که در فلان سرزمین طاعون آمدگی است، وبا آمدگی است، فلا تدخلوها، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید پس شما به اون سرزمین، به اون دهه و یا شهر که وبا داشته باشد نروید. و اذا وقع بارض، و هنگامی که بیاید یا باشد وبا در سرزمین و انتم فیها، در حالی که شما در اون سرزمین باشید، فلا تخرجوا منها، پس شما بیرون نشوید از آن سرزمین، از آن سرزمینی که وبا دارد، از اون سرزمین بیرون نشوید. این حدیث متفق علیه می باشد. پس این بود باب مکروه بودن برآمدن از سرزمینی که در اون سرزمین وبا باشد. هر کسی که از اون فرار بکند این کراهیت دارد. و همچنین مکروه بودن رفتن به سرزمینی که در آن سرزمین وبا هست. پس اینها مکروه می باشند. این باب همچنین به آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود، باب تغلیظ فی تحریم السحر، یعنی باب در مسئله با شدت حرام بودن سحر، یعنی سحر بسیار با شدت حرام است. این باب نو هست که امام نووی رحمه الله یک آیت و یک حدیث برامون تقدیم میکند. این باب را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را با پایان میرسونم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.